استاد مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان هست که تیمش تاریخ سازی کرد، اولین حضور در جام جهانی و اولین پیروزی شیمی تیم ملی فوتسال کشور ما مقابل آنگولا. استاد خسته نباشین، تبریک میگم، پیروزی اول برای شما. نظرتون رو در رابطه با اولین مسابقه ما در جام جهانی داشته باشید. اولی که تبریک میگم به همه مردم خوب افغانستان. خیلی خوشحالم که اینقدر پیام‌های محبت آمیز اومده برای بازیکنان، برای ما، و این برد تاریخی ترین برد ورزش‌های تیمی برای افغانستان بود. اولین برد تیم ملی افغانستان در جام جهانی بود. خیلی واقعا این بازی سختی بود به نظر، حالا شاید می‌دیدن، چون واقعا بازیکنان ما توانمندیشون بالاست. من توقع بیشتری داشتم ولی استرس جام جهانی یه مقدار به بازیکنامون حاکم شده بود. ما گل می‌زدیم، تیم آنگولا گل می‌زد، در نهایت خیلی خوب بازی رو اداره کردیم و خدا رو شکر نتیجه خیلی خوب رو گرفتیم. به همه مردم خوب افغانستان از صمیم قلب تبریک میگم. خیلی عالی. و برای بازی بعدی ما چی تدابیر در نظر گرفتیم؟ حالا من همینو بگم، بازی افغانستان و آرژانتین یکی از زیباترین بازی‌های افغانستان خواهد بود. من همین قولو به همه مردم میدم، چون میدونم بازیکنان مقابل تیم‌های خوب خیلی خوب و زیبا بازی می‌کنن. ان شاء الله. خسته نباشید، مبارک باشه.